این کتاب صنف 5 خونده تاریخ خلق توجیک همجا نوشته که سیاوش قدش 16 متر بود نه؟ بعد بچه ما بیا خونه میگه خیلی دادای قدش 16 متر باشه قد زنش چند متر بوده؟ خیلی تقریبا زنش اگه 14 متر باشه که موافق شه زنی 2 متر نمیشه بوده کدی با میگه که خیلی شمشیرش چند متر بوده خونش چند متر بوده این قهرمان میفولوژی خب اما شیرین شاه و تیمور نصرت الله مخصوم صدرالدین عینی امام علی رحمان میفولوژی نیست این از درون ما و شما قدش قامتش چهرش مادرش پدرش زمینش خاکش این خاک و زمینی تاجیک بنابراین به اینا پیروی کردن اینا را نمونه قرار دادن برای ما آسانتر واقعیتر است نسبت اینکه خواهد که قدی سیاوش قدی ما هم 16 متر باشه خیلی کارو میکنیم از این بعد از پیش صورت شیرین شاه شاتمیر گذشته میگه اینمی نمونه برای من اینمی جوان در 23 سالگیش برای تأسیس تاجیکستان قهرمانی کرده است پس این قهرمان افسانوی نیست یعنی 23 ساله رئیس ولایت 33 ساله رئیس جمهوری تاجیکستان شد 37 ساله کشته شد یعنی در جوانیش اینمی دولت ساخته است نصرت الله مخصوم هم خیلی جوان بنابراین صورت شیرین شاه میبینیم میگه میره کی کشیده است رنگ یک مرده که 70 ساله کریم و بیچاره 36 سالگیش کشته شده است و پیر نشده است اما خداش نیک به فکر تاریخ هم آدم نمیدونسته است چون او را یک مرده که 50 60 ساله بری میتونه خب بنابراین چرا اینو تاکید میکنم چون که همین بچه 23 ساله دولت ساخته است پس هر یکی شما میتونه همین آب است همین خاک است همین هوا هست همین کوهستانی تاجیک است همین مادری تاجیک است پس هر یکی شما میتونه در همین جوانی برای دولت یک خدمتی کنه